یه اتفاق دیگه‌ای که تو جزیره کیش میفته برگزاری فستیوال ها و جشنواره‌های مختلفی که تو جزیره کیش برگزار میکنن، من جمله فستیوال قهوه که توسط بازار میکامال و فروشگاه میتاکیش برگزار شده. بریم ببینیم که تو این فستیوال چی میگذره. بخش‌های مختلفی داره این فستیوال و تمام دستاندرکاران تولیدات قهوه، رست قهوه و بسته‌بندی قهوه تو این فروشگاه حضور دارن و محصولات خودشون رو دارن عرضه میکنن. این فضا یکی از لاین‌های میکا مال هستش که یکی از قشنگترین بازارهای جزیره کیشه. من یک نمای کلی رو از این بازار و این فستیوال نشونتون میدم، حالا بتونیم سریعتر تا انتهای بازار بریم که بتونید همه رو ببینید. حالا جزئیات هم انشالله به صورت فیلم و کلیپ براتون میذارم. خواهش میکنم یکی از چیزهای جالبی که بود این دستگاه اصاره‌گیری اسپرسوست که فوق‌العاده زیباست و کلاً دستگاه‌های نیمه اتومات و اتومات قهوه رو اینجا به صورت شو نمایش دادن. یه جایی که خیلی جذاب هستش قهوه عربی هست که توی فرودگاه جزیره یا تو خود جزیره این قهوه ها تو بعضی از مناطق مثلا منطقه سفن عربا عرضه میشه. سبک خوردن قهوه هاشون و سرو کردن قهوه هاشون متفاوته. حتما روی مخدرها میشینن و قهوه هاشون قهوه عربیه. این لاین هم در حقیقت لاین ادامه این فروشگاه یا فستیوال هستش. این دستگاه رست قهوه است که قهوه سبز رو باش رست میکنن و این قهوه تبدیل میشه به این قهوه در حقیقت این دونا رو با اون دستگاه تبدیل میکنن به این. اینم که قهوه خانه سنتیه، یک شمایلی از این قهوه‌خانه سنتی تو جزیره. بسیار زیبا، بسیار هم عالی.